دو سوال مهم و خیلی اساس که همگی دوست دارن جوابش بفهمن و همگی کنجکاو هم هستن. یکی که چرا باید جنگ ادامه پیدا بکنه و دومی که چرا صلح باید یا چرا توافق باید انجام شود. یکی جنگ میگم اونم بحث جنگی یا شرایط جنگی امریکا و ایران میگم و یک چیز دیگر هم براتون یادآور شم که خیلی دوست دارن بفهمن که واقعا چرا جنگ صورت میگیره و واقعا چرا توافق میشه یا اصلا دلیلی که چرا جنگ صورت گرفته، جنگ در سر چی هست یا بالای چی هست. خیلی کنجکاو هستن و بعضیا نظر به تحلیلایی که دارن میگه خب شاید جنگ روی دلار باشه، یا بعضیا میگن جنگ روی نفت باشه، یا بعضیا میگن که جنگ شاید سر طلا باشه، یا خب تحلیلات دیگه هر کی نظریات خودش شیار میسازه و ما خواستم یک نظریه عمومی به همگیتون بتم و نظر به مو تحلیلی که داشتم پیش خود ایره همگانی بسازم، به خصوص بچه‌ای که زیاد پرسان میکردن و تقاضا یک ویدیو کاملا فاندامنتالی داشتن و به همین خاطر من این ویدیو رو بر شما آماده ساخته رسیدم که کاملا یک دید باز روی مارکت ها داشته باشین و از نظر فاندامنتال دیگه خیالتون راحت باشن. یک موضوع رو براتون اشاره بکنم دوستا، اگر میخواین دلیل جنگ پیدا بکنین که چرا جنگ صورت میگیره، اول باید شما شناخت از کشور داشته باشین، از این کشورهایی که در جنگ است و دومی که جنگ بر سر چی هست. این خیلی مهم است و این که بفهمیم جنگ بر سر چی است. خب یک چیز ساده است، ببینیم که تقاضای چی فعلا بیشتر است، داخل تجارت، داخل اقتصاد چی زیاد مصرف میشه. بر شرایط فعلی بنابر تحقیقاتی که من شخصا انجام دادم، بیشترین مصرف یا بیشترین چیزی که یک اقتصاد میچرخانه نفت است که تقریبا آمار را که من به دست آوردم بالای 30-35% اقتصاد فعلا نفت میچرخانه و یک چیز کاملا قدرتمند حساب میشه. و بعد از طلا بگویم، بعد از طلا چی که شاید به هم سطح طلا باشه قدرت نفت، چرا به هم سطح طلا باشه؟ فعلا نفت به خیلی جای کار میه و نقش اساسی و مرکزی را داخل اقتصاد نفت داره. حتی به می زراعت را که خیلی از کشورهای عقب مانده و جهان سوم انجام میتن، نفت برش کار میشه. یک مسئله و در کل حمل و نقل جهانی از برکت نفت صورت میگیره. اگر طیاره را که تو از افغانستان پرواز میکنی به امریکا میری، خب به او تیل نیاز است، نفت نیاز است. اگر تو مثلا یک کشتی تجاری را که مالت واردات و صادراتش توسطش انجام میدی، خب از برکت همین نفت است. اگر نفت نباشه خب مال قرار نیست از یک کشور داخل افغانستان به و از افغانستان دوباره بره به یک کشور دیگه. این ویدیو البته تنها مربوط به بچهای نمیشن که داخل بازارهای فارکس، کریپتو یا استاک فعالیت میکنن یا بازارهای آنلاین، فقط مربوط اونا نمیشه. حتی برای عزیزایی که کاروبار فیزیکی دارن، تجارت‌های فیزیکی دارن، مربوط اونا میشه که باید بفهمن واقعا جنگ بر سر چی است و داخل افغانستان چه شرایط را به بار میاره. شرایط اقتصادی خیلی مهم است که داخل افغانستان هم فعلا خودتان متوجه هستین که همگی ناله میکنه کار نیست یا کلش این برکت جنگ است که ما یک عادت داریم، خصوصا ما افغانا میگیم بیادر خودم که سیر باشم و همسایه در فکرش نباشم دیگه. خب میخواستم یک شوخی بکنم، خب نمیخوایم شوخی بکنم، خودتان به گپ میرسین دیگه. در کل جنگ خدا کنه که همسایت باشه، خدا کنه که ده اولی و طرفتر یا ده کوچه و طرفتر یا ده کشور و طرفتر هم که باشه، بازم تاثیراتش به روی شما حتما اثر میگذاره. ایره بخواین نخواین. چرا؟ چون اول بفهمین که نقش جنگ داخل اقتصاد چی است و جنگ بر سر چی است که من پیشتر براتون گفتم جنگ بر سر نفت است و این که میگم سر نفت است، اینا یک چیز دیگر هم متوجه شده باشین. نفت کدام کشورها داره بفیدن که خودتون میفهمین. مثلا کشورهای عربی داره، کشورهای مثل ایران داره و کشور دیگه که ونزوئلا بود نفت فوق العاده داشت و فعلا زیر سلطه امریکاست. و یک چیز دیگر هم که ما براتون یادآور شم، فعلا بحث چین هست و خیلی ها اگر دیده باشن که در این شرایط اقتصادی به دنبال هستن که چین قناعت بتن و خود ترامپ هم بیامور رئیس جمهور امریکا هم که چند روز پیش به چین سفر داشت و فعلا هم به چین هست و روز سه‌شنبه قرار است که ترامپ هم پوتین هم بره به چین. و اینجا یک چیز نشان میده که خود چین در اینجا نقشش چی است. آیا این سفیر صلح هست یا این میخواد یک جنگ دامن بزنه که خیلی یک موضوع اساس است و تا به امروز هم چین کلا از کشور ایران حمایت کرده و سپورتر ایران بوده. چرا؟ چون تمام نفت ایران تا به فعلا با یوان چین معامله میشه. پس یک چه میگن که یک منبع اقتصادی بگم، یک منبع عوایداتی خوب برای چین حساب میشه که ارز ملی و ارز کشورش رشد میده توسط نفت. خب اگر تو داخل افغانستان هم نفت بخری،
دو راه داری، یا باید با دلار معامله بکنی یا باید با یوان چین معامله بکنی. پس یک رقابت بین دلار و یوان چین می باشه. اینجا که ترامپ رفت چین، نظریه شخصی من این است که به امکان زیاد یک چیزی به دست خود داره پیشنهاد بده به چین، چون چین خو از رفتار و کردارشون به همگی معلوم است که غول اقتصاد بر دنیا است و به می چند مدت یک روابط اقتصادیشان با کشورهای اروپایی خراب شده و چندان کارشون خوب پیش نمیره. به همین خاطر به نظر شخصی من ترامپ میره امروز از اینو صحبت میکنه که نفت ونزوئلا را معامله بکنه با یک قیمت بسیار پایین، که اینجا دوباره مثلا اونمو چه میگه که چین بیا از امریکا حمایت بکنه و روابط اقتصادیش با امریکا خوب شوه، روابط سیاسیش با امریکا خوب شوه و از طریق امریکا با اروپا خوب شوه، که این خیلی یک تاثیر مثبت بر روی اقتصاد چین داره که چین میتونه با واسطه ترامپ یا با واسطه امریکا روابط خود با اروپا خوب بسازه. و این طرف مشکل ایران چی میشه؟ در کل امو برگ برنده دست چین است دیگه. از این طرف هم اگر کار انجام شود چین مفاد میکنه، از طرف ترامپ هم اگر یک چیزی انجام شود بازم چین مفاد میکنه. فقط اینجا ما پیشتر اشاره کردم گفتم چین یا سفیر صلح است فعلا یا ای که جنگ دامن میزنه، فقط دست چین هست. اگر چین با ترامپ توافق بکنه که نفت ونزوئلا را بخره از پیشان، چرا نفت نیاز داره چین. فعلا هر آن چیزی که داخل اقتصاد ساخته میشه بیشترش به نفت نیاز هست. حتی همین ساخت و سازم به نفت نیاز هست. چرا ما یک لیست پیش خود تهیه کرده بودم، حتی پلاستیکی که در خیلی از جای استفاده میشه توسط نفت ساخته میشه، که شاید خیلی یا فکرشون کار نکنه. به زراعت که نفت کار میشه، 90% امر و نقل جهانی را نفت وابسته به نفت است. یعنی در کل نفت چی میشه؟ نفس اقتصاد میشه، خون اقتصاد میشه. پس اینجا اگر چین با ترامپ توافق بکنه ایران پشت اعلام میده و جنگ هم به نظر شخصی من شاید به پایان برسه. چرا وقتی چین بیا از امریکا حمایت بکنه به ایران دیگه کسی نمیمونه که حمایت بکنه ایران. و این طرف هم پای روسیه در بین است که پوتین هم قرار از روز سه شنبه بره و من مطمئن هستم ترامپ هم یک شخصیت داره که پوتین هم قناعت میده و رئیس جمهور چین هم که نامش سخت است گفتن نمیتونم مقصد ببخشید مرا که او را حتما قناعت میده و بخوای نخوای همون معطل عامیانه ما و شما دل اردی زیرا به دست میاره و این طرف چیکار میکنه؟ ایران به میدان میمونه. و اینجا راه برد ایران چی است؟ به نظر شخصی ما که باید جرأت داشته باشن که صلح بندازن و صلح برقرار شه و پشت جنگا نگردن. به نظر شخصی ما میگم تحریمایش هم طرف بکنه امریکا خوب میشن. و دیگه بازم سیاست است، پشت روی سیاست کسی 100% نمیفهمه. تا جایی که موضوعات فاندامنتالی نظر به دیتا، نظر به تجربه شخصی که خودم داشتیم، من میشه با اعضای کمیونیتی جنزایت شیر ساختیم و خواستم این ویدیو را عمومی بسازم چون قول کرده بودم به خیلی از دوستا که بحث های فاندامنتالی تا ما کاور بکنم و تنها کاروبار آنلاین نه، کاروبارهای فیزیکی هم وابسته به همین بحث های فاندامنتالی است که خیلی ها به تشویش هستن، خصوصا همین دوستا و رفیقای ما شما که داخل افغانستان تجارت های فیزیکی دارن همیشه به فکری است که نفت بالا میره نفت پایین میاد. خواستم یک ویدیوی کاملا که بر شما یک دید باز بده همراهتان شیر بسازم و امید که یک چیز موثر و موثق بر شما باشه. موفق باشین عزیزان.